اپیزود شماره 2، سفر به منطقه جرگلان. این اپیزود تحلیل گزارش سفر کوتاه تاج محمد کاظمی، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی، به منطقه محروم جرگلان از توابع شهرستان راز و جرگلان در استان خراسان شمالی است. نویسنده در آغاز این گزارش می‌نویسد: قبل از دیدن این منطقه تصور خاصی از آن در ذهنم نقش نبسته بود. فقط می‌دانستم که مردم این منطقه مثل خودم ترکمن هستند. من اهل ترکمن صحرا به عنوان بخش بزرگی از استان گلستان هستم، ولی مردم جرگلان که شاید 30 کیلومتر از شهرستان مراوتپه گلستان فاصله نداشته باشد، به رغم اینکه 100% ترکمن هستند، اهل استان خراسان شمالی محسوب می‌شوند. در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: سفر به منطقه جرگلان با هر هدفی هم که صورت بگیرد، قطعاً این حسن را دارد که انسان با منطقه‌ای زیبا، بکر و ناشناخته، با جامعه‌ای دارای فرهنگ و آیین متفاوت و مهمتر از همه با انسان‌هایی سخت کوش، کم ادعا و کم توقع و البته دارای زخمی نهان از ظلم و تبعیض بر تن آشنا می‌شود. روزنامه‌نگار که با هدف برگزاری یک دوره آموزش مقدماتی روزنامه‌نگاری به جرگلان سفر کرده بود، در این گزارش به تفصیل به محرومیت‌های این منطقه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی می‌پردازد و نکاتی را با توجه به اشتراکات فرهنگی خود با مردم این منطقه مطرح می‌کند. سلام. امروز میخوایم شما رو با خودمون به یک سفر خیلی خاص ببریم. یه سفر به یه جای خیلی دور از مرکز. خیلی دور. مقصدمون منطقه به اسم جرگلانه، توی استان خراسان شمالی. یعنی درست نقطه صفر مرزی با ترکمنستان. و منبع ما برای این بررسی یه سفرنامه است. یه گزارش خیلی دقیق و انسانی از روزنامه‌نگاری به اسم تاج محمد کاظمی. دقیقاً، که برای یک کارگاه آموزشی رفته اونجا و ما قراره از چشمای این مسافر وارد دنیای جرگلان بشیم. دنیایی که هم زیبایی‌های فوق‌العاده‌ای داره، هم فرهنگ غنی و هم خب محرومیت‌های خیلی عمیق. و این دقیقاً همون چیزیه که این گزارش رو خاص میکنه. چون فقط یه لیست از مشکلات یا زیبایی‌ها نیست، یه تجربه انسانیه. ما قراره با مردم جرگلان زندگی کنیم، قصه‌شون رو بشنویم و حسرت‌ها و امیداشون رو لمس کنیم. دقیقاً. خب، سفر توی 29 آبان 1403 شروع میشه. راوی که خودش ترکمن و اهل ترکمن صحرای گلستانه با 2 تا فکر اصلی راهی جرگلان میشه. آها. اول اینکه مردم اونجا هم ترکمن هستند، اما با اینکه از نظر جغرافیایی بهش نزدیکن، جزو یه استان دیگه یعنی خراسان شمالی حساب میشن. دوم هم این تصور کلیشه‌ای ولی خب واقعی که جرگلان مثل خیلی از مناطق مرزی محرومه. این نقطه شروع به نظرم خیلی مهمه، چون بلافاصله ما رو با یه تنش اصلی آشنا میکنه. چه تنشی؟ تنش بین هویت فرهنگی و تقسیم بندی های اداری. ببین، تصور کن شما با همسایت زبان، فرهنگ و تاریخ مشترک داری، ولی یه خط روی نقشه شما رو از هم جدا کرده و جزو 2 دنیای کاملا متفاوت قرار داده. این فقط یه مسئله جغرافیایی نیست، یعنی یه شکاف هویتیه که روی همه چیز تاثیر میذاره. و راوی با همین ذهنیت میره اونجا تا روزنامه‌نگاری تدریس کنه. با اینکه خودش میگه از وضعیت رسانه‌ها تو کشور یکم دل سرده، ولی باورش اینه که آموزش اصول حرفه‌ای حتی اگه فقط به 1 نفر توی منطقه دور افتاده برسه باز هم ارزش داره. اما اینجا داستان جالب میشه. آره، خیلی جالب. کسی که این دوره رو راه انداخته نه یه اداره دولتی که یه زن فعال اجتماعی به اسم صاحب جمال رحیمی بوده. اونم از طریق یک کمپین مجازی.
این داستان خانم رحیمی خودش به تنهایی یه بررسی عمیق لازم داره. به این فکر کن که در یک جامعه سنتی، شاید حتی مرد سالار، یه زن پرچمدار تغییر میشه. و انگیزش هم خیلی جالبه. دقیقاً. خودش سالها قبل میخواسته توی دوره مشابه شرکت کنه، اما چون مدرک لیسانس نداشته راهش ندادن. عجب. یعنی به جای اینکه ناامید بشه، این اتفاق براش تبدیل به انگیزه شده. دقیقاً. اینجاست که داستان فراتر از یک کنشگری ساده میره. این یه جور عدالت‌خواهی شخصیه که تبدیل به یه حرکت اجتماعی شده. اما این یه سوال سخت رو هم برای شما به عنوان شنونده مطرح میکنه. چه سوالی؟ اینکه چقدر یه نفر هر چقدر هم مصمم میتونه در مقابل مشکلات سیستماتیک مثل جاده‌های خراب یا کمبود آب کارساز باشه. آیا اینجور حرکت‌ها نشانه امیده یا نشانه اینه که سیستم انقدر ناکارآمده که افراد مجبورن خودشون دست به کار بشن؟ سوال خیلی خوبیه. خب، راوی بالاخره میرسه به جرگلان. توی مسیر 70 کیلومتری تا یک سعود که مرکز بخشه، با یه معلم محلی به اسم همراه درخشان همسفر میشه که حسابی از مشکلات منطقه براش میگه. آها. خود یک سعود طبق توصیفات راوی بیشتر شبیه یه روستای خیلی بزرگ تا شهر. امکانات شهری در حد اقل ممکنه و خبری از حمل و نقل عمومی هم نیست. محل اقامتش هم یه بومگردی به اسم توبراق بوده. اسم توبراق هم اتفاقی نیست. به ترکمنی یعنی خاک یا سرزمین. انتخاب همچین اسمی برای اقامتگاه خودش یه بیانیه است. یعنی با وجود همه سختی‌ها ریشه ما اینجاست و به این خاک تعلق داریم. یه جور مقاومت فرهنگی در مقابل فراموش شدن، مگه نه؟ دقیقاً. حالا میرسیم به خود کارگاه. از 18 نفری که ثبت نام کرده بودن فقط 8 نفر میان. فقط 8 نفر؟ آره. اما این 8 نفر آدمای معمولی نیستن. روزنامه‌نگار رسمی یا کارمند جایی نیستن. فعالان فضای مجازی هن. آدمایی که دغدغه‌شون اینه که صدای منطقه‌شون رو از طریق اینستاگرام و تلگرام به گوش بقیه برسونن. اینجا همون تغییر بنیادی اتفاق افتاده. آره، 2 تاشون حتی دانش آموزن و یکیشون وسط کلاس بخشی از تدریس رو لایو اینستاگرام میذاره. ببین، این فقط شهروند خبرنگاری نیست. این یه انتقال قدرته. برای دهها اگه اصلا داستانی از جرگلان گفته میشد، توسط یه خبرنگار از مرکز روایت میشد. اما الان ابزار روایت دست خود مردمه. دارن میگن داستان ما رو از زبون خودمون بشنوید. توی کلاس هم مباحث جالبی مطرح میشه. اصول اولیه روزنامه‌نگاری مثل شجاعت، بی‌طرفی و سلامت نفس. اما یه نکته‌ای که راوی روش تاکید میکنه، تعریف یونسکو از خبر هست. که چی میگه؟ میگه خبر باید ادراکات فرهنگی جوامع خاص خودش رو بازتاب بده. یعنی خبر یه چیز جهانی و یکسان نیست و این تعریف اساساً کل سیستم رسانه‌ای متمرکز رو به چالش میکشه. سوالی که پیش میاد اینه: آیا رسانه‌ای که از پایتخت مدیریت میشه با اولویت‌های مرکزنشین اصلا میتونه ادراکات فرهنگی جرگلان رو بفهمه و بازتاب بده؟ آیا دغدغه مردم جرگلان همون دغدغه تیتر 1 روزنامه‌های تهرانه؟ احتمالاً نه. اینجاست که میفهمیم چرا اون جوانها خودشون دست به کار شدن. چون حس میکنن صدای خودشون در روایت رسمی ملی غایبه. همین تلاش برای پیدا کردن صدای خودشون ما رو به یکی از تأثیرگذارترین بخشای سفرنامه میرسونه. به نظر میرسه در جرگلان، در کنار این فعالان جوان، سایه یه قهرمان از دست رفته همه جا حس میشه. منظورت دکتر قایادیه؟ دقیقاً. راوی میگه هر جا میرفته، از هر کی سراغ مشکلات رو میگرفته، همه از یه نفر حرف میزدن. دکتر عبدالجلیل قایادی، یک پزشک که 28 سال از عمرش رو در محرومترین روستاهای اون منطقه خدمت کرده و آخر سر هم در دوران کرونا فوت کرده. اما داستانش فراتر از یه پزشک فداکاره. خیلی فراتر. راوی میگه دکتر قایادی فقط پزشک نبود، یه فعال اجتماعی بود که برای حفظ نژاد اسب اصیل ترکمن که شناسنامه اون منطقه است می‌جنگید. عجب. آره، و وقتی رئیس وقت فدراسیون سوارکاری به قوم ترکمن توهین کرده بود، دکتر قایادی خیلی قاطعانه جلوش ایستاده بود. انگار هم طبیب جسم مردم بود، هم حافظ غرور و هویتشون. شخصیت دکتر قایادی مثل یه آینه از کل داستان جرگلان عمل میکنه.
غرور منطقه در اسب ترکمن خلاصه میشه، زخماش در بی‌عدالتی و توهین و حسرت عمیقش در از دست دادن همچین تکیه‌گاهی. جالبه که راوی با یه حسرت بزرگ ازش یاد میکنه و میگه چرا تا وقتی زنده بود باهاش مصاحبه نکردم. این شاید نقد خود راوی به خودش و به کل رسانه هاست. ما معمولاً قهرمانان محلی رو وقتی کشف میکنیم که دیگه خیلی دیر شده. یه سکوت سنگینی بعد از شنیدن داستان دکتر روی آدم میمونه. اما زیبایی جرگلان فقط در قهرمانانش نیست. راوی ما رو به یه نمایشگاه خونگی فرش هم میبره. جایی که هنر دست زنان ترکمن رو میبینه. دقیقاً. فرش‌هایی که هر گرهشون یه قصه است و یه نکته فرهنگی خیلی جالب رو هم کشف میکنه. اینکه زنان قالیباف در جرگلان برعکس زنان ترکمن در گلستان ایستاده و با دارای عمودی قالی میبافن. آره. شاید یه تفاوت کوچیک به نظر بیاد، اما چقدر زیبا تنوع فرهنگی غنی حتی بین یه قوم واحد رو نشون میده. اینطور نیست که بگیم فرهنگ ترکمن یه چیز یک پارچه و ثابته. درسته، این هنر فقط برای کسب درآمد نیست. نمادی از نجابت، صبر و خلاقیته. آفرین، خلاقیت زنانی که تو سخت‌ترین شرایط زیبایی خلق میکنن. از دل این زیبایی‌ها راوی سفرش رو به سمت نقطه صفر مرزی ادامه میده. به همراه یه عکاس محلی به اسم حمید مرادی میرن کنار رودخونه اترک، جایی که از اون طرف شهر کهنه کثیر ترکمنستان دیده میشه. و دیدن اون شهر خاطرات تلخ و شیرینی رو برای راوی زنده میکنه. خاطره بازگشایی کوتاه مرزها بعد از فروپاشی شوروی. راوی اسم اون دوره رو گذاشته فصل وصل. آره، فصل وصل. دوره‌ای که خانواده‌هایی که 70 سال توسط مرزهای سیاسی از هم جدا شده بودن تونستن برای مدت کوتاهی همدیگر رو ببینن. میتونید اون لحظات رو تصور کنید؟ دیدن برادر یا خواهری که فقط در قصه ها اسمش رو شنیده بودی. و بعدش هم فصل جدایی، دوباره و بسته شدن مرزها. یه زخم تاریخی که هیچ وقت خوب نشده. راوی میگه دو ترکمن ایرانی دارن به ترکمنهای اون سوی مرز نگاه میکنن و این رودخونه کوچک نماد یه جدایی خیلی بزرگه. اینجاست که مرز دیگه فقط یه خط روی نقشه نیست، یه موجود زنده و دردناک. و این درد وقتی عمیق‌تر میشه که میبینیم این مرز میتونست منبع ثروت باشه، نه حسرت. آره، توی همین سفر به پروژه گذرگاه مرزی پرسیسو اشاره میشه. پروژه‌ای که سالهاست حرفش زده میشه ولی هیچ وقت به نتیجه نرسیده. دقیقاً. و اینجاست که راوی اون سوال کلیدی رو از خودش میپرسه. چرا مرزها در بعضی کشورها عامل پیشرفت و ثروتن و در بعضی کشورها عامل فقر و انزوا؟ و این سوالی نیست که فقط راوی از خودش بپرسه. این سوالیه که مستقیما برای شما مطرح میشه. چرا یه فرصت بالقوه برای تجارت، برای ارتباط، برای توسعه اینطور معطل میمونه و به یه مانع تبدیل میشه؟ این به چه سیاست‌هایی برمیگرده؟ و این نگاه محدود کننده فقط به اقتصاد ختم نمیشه. نه، به فرهنگ هم کشیده میشه. آره، راوی به یه چالش شخصی خودش هم اشاره میکنه، زبان. به عنوان یه ترکمن زبان اعتراف میکنه که تو خوندن و نوشتن زبان مادری خودش مشکل داره. چرا؟ چون زبان ترکمنی در سیستم آموزشی رسمی ایران جایی نداره و فقط به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگه منتقل شده. و این یعنی یه بخش مهم از هویت فرهنگی داره فراسایشه. راوی به دیدگاهی اشاره میکنه که میگه تنوع زبانی یه سرمایه ملی هست، نه یه تهدید. وقتی زبان مادری به صورت مکتوب آموزش داده نشه، انگار داری یه کتابخونه زنده رو به حال خودش رها میکنی تا کم کم صفحاتش پاک بشن. تمام این مشاهدات، این حسرت‌ها و این سوالا در روز آخر سفر و تو گفتگوی پایانی راوی با خانم صاحب جمال رحیمی به یه جمع‌بندی تکان دهنده میرسه. آها، بله. خانم رحیمی دو تا از بزرگترین مشکلات جرگالان رو اینطور خلاصه میکنه. اول، جاده ها، نامناسب، کم عرض و خطرناک. و به یه نمونه مشخص اشاره میکنه. آره، جاده نیمه کاره به سمت مرابطپه تو استان گلستان.
جاده‌ای که اگه تموم بشه مسیر رو 100 کیلومتر کوتاه‌تر میکنه، اما سالهاست بین دو استان بلا تکلیف رها شده. گیر بوروکراسی و اولویت بندی‌های نادرست شده. این جاده فقط آسفالت و سیمان نیست، راهیه به سوی فرصت که مسدود شده. مشکل دوم حتی از این هم حیاتی تره، کمابی، خشکسالی. آره، خشکسالی شدید باعث شده جوانها مهاجرت کنند و به گفته خانم رحیمی بیشتر از 50% روستاها خالی از سکنه شدن. این یعنی مرگ تدریجی یه منطقه. این هم یه بحران ملیه که تو مناطق حاشیه‌ای با شدت چند برابر حس میشه. وقتی آب و جاده نباشه، اقتصادی که روی دامپروری میچرخه فلج میشه و تنها گزینه روی میز برای نسل جوان رفتنه. اما جرگلان فقط مشکل نیست. در کنار اینها خانم رحیمی به ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای منطقه هم اشاره میکنه. مثل چی؟ اول صنایع بومی مثل دامپروری، پرورش کرم ابریشم و از همه مهمتر پرورش اسب اصیل ترکمن. دوم گردشگری و صنایع دستی، به خصوص فرش دورویه ترکمن که حتی ثبت ملی هم شده. و این جمع‌بندی تصویر رو برای شما کاملاً روشن میکنه. ببینید چه تضاد عجیبی وجود داره. مشکلات سیستماتیک و از بیرون تحمیل شدن. جاده، آب، سیاست‌های کلان. اما راه حل‌ها و ظرفیت‌ها کاملاً درونی و بومی هستند. اسب، فرش، ابریشم، طبیعت. دقیقاً. این یعنی پتانسیل توسعه از دل خود منطقه میجوشه، به شرطی که فقط موانع ساختاری رو از سر راهش بردارن. اما کنایه‌ای که راوی در پایان این گفتگو بهش اشاره میکنه واقعاً تلخه. میگه مردم جرگلان بعد از ده‌ها شنیدن وعده سرمایه‌گذاری از طرف مسئولان، امروز دیگه به این حرفا فکر نمی‌کنن. اونها فقط برای زنده موندن تلاش میکنن. از سرمایه‌گذاری به زنده موندن، این یعنی کوچیک شدن افق آرزوها. این شاید غم‌انگیزترین قسمت کل گزارش باشه. خب ما در این بررسی تلاش کردیم جرگانان رو از نگاه یک مسافر دلسوز به شما نشون بدیم. سرزمینی با طبیعت خیره کننده و فرهنگ عمیق که همزمان با یک محرومیت ریشه‌دار و چالش‌های کاملاً سیستماتیک دست و پنجه نرم می‌کنه. و به موضوعات مهمی پرداختیم. از هویت و مرزهای سیاسی گرفته تا قدرت کنشگری محلی و نقش رسانه‌های اجتماعی. راوی سفرش رو با یک صحنه و یک سوال به پایان میرسونه. در مسیر برگشت توی ماشین یه راننده مسن نشسته که با حسرت از روزگار خوش گذشته حرف میزنه و یه مسافر جوان که از سختی‌های طاقت فرسای امروز گله میکنه. یه تقابل بین نسل‌ها دقیقاً. و راوی از خودش میپرسه آیا جرگلان که امروز مثل اون جوون داره با سختی میجنگه، یه روز میتونه به جایی برسه که مثل اون راننده مسن با خیال راحت از روزگار خوش خودش یاد کنه؟ و این سوالی است برای شما که تا اینجا با ما بودید. در دنیایی که پر از روایت‌های بزرگ ملی و سیاست‌های متمرکزه، چه چیزی لازمه تا یه منطقه فراموش شده مثل جرگلان نه فقط زنده بمونه که بتونه شکوفا بشه و داستان آینده خوش خودش رو بنویسه؟ آیا این کار فقط به دست امثال صاحب جمال رحیمی و دکتر غیادی ممکنه یا به یک تغییر نگاه بزرگتر نیاز داره؟ از اینکه وقت گذاشتید به این اپیزود گوش دادید از شما سپاسگزاریم. تا اپیزود بعدی، بدرود.